خواستم خواهش کنم که شما ورزشکاری؟ اون آقای نصیری از قهرمان دنیا، محمد نصیری. وزن همه کوچولو هستی شما؟ قهرمان دنیا هست. شما آقای نامجو هستن، آقای نامجو قهرمان المپیک و دنیا. انشاءالله خدا همتون رو حفظ کنه. من این نجف خدمتتون رسیده بودم توی مسجد ترکا که صحبت می‌فرمودید تای کوچه و تا سر کوچه که تشریف بیارین منزل خدمت شما بودم. انشاءالله موفق باشید. سلامت باشید. می‌خواستم من خواهش کنم که یک سرود ملی مملکت ما رو دستور بدین که هرچه زودتر این انجام بشه، چون مسابقاتی که در پیش هست، چون در میدان‌های بزرگ ورزشی سرود اون مملکت رو میزنن. میخواستم خواهش کنم چون مسابقات نزدیک هست. اینا با کسانی است که باید به اونها رجوع بکنید. من که دیگه سرود سال نیستم که بتونم سرود ملی مملکت قربان قهرمانش شروع باید بکنیم. اگرچه قربان این سرودی که ما در میادین بزرگ همیشه زده میشد یا سرودی که همه وقت میزدن در دوره طاغوت، این سرود والش یکی از شهرهای انگلستان بود، کپی کردن برای ما سرود ملی ما شد. البته خیلی ما در مسابقات اینا خجالت میکشیدیم ولی چاره نداشتیم، ولی باید بالاخره این سرود بفرمایید که تغییر کنه. بله البته یه سرود ملی اسلامی. بیشتر همه چیز وابسته به غیر بود، همه چیز وابسته یا به انگلستان بود یا به اون موقع جرأت نداشتیم بگیم یا به امریکا بود. حالا باید با همت همه چیز از وابستگی درآد و سرود دیگه سرود شاهنشاهی که دیگه نمیده باشه، تمام شده. سرود جمهوری اسلامی باید باشه.